به نام خداوند بخشنده و مهربان. من پیمان هستم. این برنامه کرکر ما هست که روی اندروید داریم اجرا میکنیم. خب همونطور که میبینید این برنامه به ما یک کلید 12 تایی میده توی هر ثانیه و 2 تا آدرس که 2 تا از پروتکل های ساخت کیف پول هستن. خب یه دونش که با 1 شروع میشه آدرس های قدیمیه و آدرس هایی که با 21 کیو شروع میشن آدرس های بچ 32 یا آدرس های جدیدی هستن که توی تراسفلت به راحتی میشه ایمپورتشون کرد. خب من اینو یک کپی ازش میگیرم. خب ما یه دونه از این آدرس ها رو به طور شانسی انتخاب میکنیم، مثلا این. خب کلید 12 تاییشو به ما داده، ما کپی میکنیم میبریم توی تراسفلت. خب اینجا اضافه کردن کیف پول از طریق کلید ممونیک. خب مثلا بیت کوین رو انتخاب میکنم، اون 12 تا کد رو ایمپورت میکنم و اینجا ما یه دونه آدرس بیت کوین داریم که BC1Q که ثابته، بقیهش متغیره. مثلا آخرش نوشته 9P. الان ما اگه بریم توی آدرس ها میبینیم اینجا اون دقیقا همون آدرس رو به ما داد. خب برنامه به این صورت عمل میکنه که یه دونه لیست اتک ما داریم توی کدمون و این برنامه به طور خودکار این کیف پولا رو تولید میکنه و اگر با یکی از اون آدرس های توی لیست اتک ما برابر باشه اونو روی یک فایل جدید ذخیره میکنه که دقیقا همون آدرس کیف پول ما هست. حالا ما میتونیم این آدرس ها رو توی اون فایل قرار بدیم، آدرس هایی که میخوایم بهشون حمله کنیم و برنامه تلاش رو میکنه کدا رو به طور شانسی تولید میکنه و اگر اون آدرس رو پیدا کرد روی یک فایل جدید به اسم بیت کوین فایند اون آدرس رو ذخیره میکنه. این برنامه به صورت آفلاین عمل میکنه، اما ما باید برای کیف پول ها آدرس ها اون لیست اتکمون توی بلاکچین بریم یا از طریق کد دیگه‌ای که میذارم همراه برنامه اون آدرس ها رو استخراج کنیم که به راحتی همینطور که دیدید توی تراسفلت میشه ایمپورتشون کرد. اما چیزی که مهمه، ممکنه ما آدرس هایی که با 1 شروع میشن رو داشته باشیم، اما این آدرس ها باید ما مستقیم از طریق کد و اون کلید خصوصی هم از طریق همین کلمات 12 تایی تولید میشن. ما باید که یک کلید خصوصی بسازیم از طریق همین 12 کد و مستقیم به نود بیت کوین وصل بشیم و انتقال رو انجام بدیم. که مورد دومیش آدرس هایی که با 21 کیو شروع میشن، اگر ما اونا رو بتونیم پیدا کنیم راحت میتونیم توی تراسفلت ایمپورت بشیم و اون رو انتقال بدیم. خب برنامه چیز خاصی نداره. پایدروید 3 رو اگر روی اندروید نصب کنید، این دوتا کتابخونه رو که میبینید از این قسمت میتونیم بنویسیمشون و ایمپورتشون کنیم و وقتی که اجرا رو بزنیم برنامه اجرا میشه. چیز خاصی نداره. توی پایتون کامپیوتر یا روی سرور
لینوکس هم میتونیم بذاریم که 24 ساعت برای ما کار کنه بدون اینکه ما دخالت داشته باشیم و فقط سر بزنیم ببینیم آیا آدرسی رو پیدا کرده یا نه. و این به شانس ما بستگی داره و هیچ تضمین و 100% وجود نداره که ما بخوایم تضمین کنیم حتما یک چیزی رو در طی یک مدت یک بازه زمانی به شما میده. همه چیز به شانس شما بستگی